در دو دوره از تاریخ سیاسی کشور ما در عرصه مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و همچنین رفع تبعیضات گوناگون از جمله تبعیضات قومی فعالیت داشتند و در این حال نقش مؤثری هم در این عرصه‌ها بوخته‌شون بوده. عبدالله محتدی از بنیانگذاران کموله در سال 1348 است و از مؤسسین حزب کمونیست ایران در سال 1358. در سال 2000 میلادی عبدالله محتدی همراه با بخش زیادی از کادرها و اعضای کموله از حزب کمونیست ایران جدا شدند و در طی برگزاری کنفرانس بازسازی کموله به احیای مجدد این تشکیلات یعنی سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران پرداختند. این حزب یکی از احزاب تاثیرگذار در کردستان ایران و همچنین در بین گروه‌های سیاسی قومی دیگر است. علاوه بر اون عبدالله محتدی نسبت به سایر شخصیت‌های سیاسی متعلق به گروه‌های قومی در بین سایر جریانات سیاسی دموکراسی خواه ایرانی فعالتر هستند و میشه گفت ایشان از شاید موقعیت حساستری نسبت به سایر رهبران این نوع گروه‌ها برخوردارند و در عین حال از باورمندان به گفتمان سکولار دموکراسی در ایران نیز به حساب میان و به همین خاطر هم امروز میهمان عزیز ما هستند. موضوع بحث امروز مانند هفته‌های گذشته در مورد ضرورت تشکیل نیروی آلترناتیو است. آلترناتیوی که بتواند وجود تبعیض‌های گوناگون از جمله تبعیض‌های فرهنگی و قومی رو از بین ببرد و ضامن استقرار نظامی سکولار و دموکرات در فردای ایران حکومت اسلامی باشد. این موضوعی است که جناب عبدالله محتدی عزیز در نشست امروز به اون خواهند پرداخت. شکل به اصطلاح پیشرفت و به اصطلاح انجام این جلسه هم به این شکلی که ابتدا آقای محتدی به مدت 20 دقیقه و احیانا اگر لازم بود چند دقیقه هم میتونن بیشتر صحبت کنن، نظرات کلی خودشون رو در این باره بیان خواهند کرد و به دنبال اون به طرح پرسش‌های شما خواهیم پرداخت. لطفاً کوشش کنید که پرسش‌های خودتون رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیان بفرمایید و پس از پاسخ‌های آقای محتدی فرصتی داریم که دوستانی که قصد اظهار نظر دارن به اختصار صحبت کنند. ضمن اون که در قسمت آخر این به اصطلاح دور از جلسه امروز ما آقای نوری‌علا از سوی شورای آلترناتیو در همین رابطه صحبت خواهند کرد و جمع‌بندی نیز ارائه خواهند داد. من از دوست عزیزمون جناب عبدالله محتدی خواهش میکنم که میکروفون خودشون رو باز بکنن و از این لحظه سخنان خودشون رو بیان بفرمایید. بفرمایید جناب محتدی عزیز. بله مرسی. با تشکر از جناب حسن اعتمادی و آقای نوری‌علا و همه دوستان سکولار دموکرات و عرض سلام و درود به همه این دوستان و همه کسایی که دستاندرکاران رسانه‌ای هم که زحمت کشیدن و این موقعیت رو فراهم کردن. من اگر سوالی هم باشه در مورد بالاخص شخص خودم یا دیدگاه‌ها یا اعتقادات یا اینها هم آمادگی دارم که مختصرم شده در خدمت دوستان توضیحاتی بدم، ولی چیزی که امروز مطرح شد و آقای اعتمادی گفتند عبارت از این هست که ما برای تشکیل یک آلترناتیو چه کار خواهیم کرد، بالاخره این دوره گذار رو ما چجوری طی خواهیم کرد، چگونه شکل خواهیم داد به یک ایران آینده. ببینید
جمهوری اسلامی اگر من از زاویه خودم صحبت کنم، این رو من خدمتتون بگم که میدونم بسیاری از جریانهای سیاسی ایران در دوره انقلاب و بلافاصله بعد از انقلاب به نحوی حتی موقت هم شده از جمهوری اسلامی حمایت کردند. از اون چیزی که در بین خود اسلامگرایان به اسم نهضت امام خمینی موسومه، به نحوی حمایت کردند. از رهبری آقای خمینی بر جنبش حمایت کردند. ما جزو اینا نبود مطلقا. یعنی شما یک نکته ای نمیتونید به نحوی حمایت کردند که از سال 1356 و 57 ما کوچکترین همراهی و همسویی و همنوایی با اون جریانی که بعدها بر ایران مسلط شد به اسم جمهوری اسلامی داشته باشیم. و اگر راستشو بخواید حتی خود 15 خرداد 1342 هم خود اون حوادث و خشونتی که رژیم شاه نشون داد هم نوای، اما خود اون جنبش اثباتاً چیز مترقی و قابل دفاعی رو از نظر سیاسی و اجتماعی در بر نداره. بنابراین طبیعیه که ما به عنوان حزب کمل کردستان ایران، و من میتونم بگم تا حدود خیلی زیادی قاطبه مردم کردستان، مردم استانهای کردنشین شمال غرب و غرب کشور یک چنین موضعی داشتن و هیچ وقت چنین حمایتی رو نکردن. موقعی که حتی سفارت آمریکا اشغال شد و به عنوان انقلاب دوم بزرگتر از انقلاب اول شروع کرد، از همون روز اول ما مخالف این اشغال سفارت بودیم. نه به این مناسبت یا از این زاویه که خیلی مثلا دوستدار آمریکا بودیم، برای اینکه این رو یک یک حرکت میدونستیم که چماقی خواهد شد برای کوبیدن اپوزیسیون ایران و یک حرکت ضد دموکراتیک و ارتجاعی میدونستیم. و بارها اینو گفته بودیم که حتی اگر شما اون کنسپت ها و مفاهیم امپریالیسم رو هم ملاک قرار بدید، هر مخالفتی با امپریالیسم الزاماً مترقی نیست. من وارد اینا نخواهم شد، بحث زیادی است و اگه دوستان بخوان میتونم بیشتر بگم، ولی غرضم این بود از روز اول قاطبه مردم کردستان و به خصوص حزب کمل کردستان ایران نظام جمهوری اسلامی رو قبول نداشتند و بنابراین در کردستان ما اولین حزبی بودیم که خواستار تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نشدیم و همین کار هم شد. حزب دموکرات کردستان ایران و زندیات شیخ عزالدین حسینی که اون موقع اینها سه وجهی بودن، سه جریانی بودن که در کردستان معمولا هدایت سیاسی جنبش رو به عهده داشتن، هر سه رفراندوم جمهوری اسلامی رو تحریم کردیم و بنابراین و این تحریم واقعا نزدیک به 100% انجام گرفته در مناطق کردنشین و بنابراین از همینجا میشه فهمید اون اگرچه قاطبه مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی، ولی اون عدد 98 و 99% به هیچ وجه صحیح نیست. و از اون موقع ما درگیر یک مبارزه سخت بودیم با جمهوری اسلامی و از همون موقع ما پیشترش هم طبعا، ولی از همون موقع به خصوص ما روی اهمیت اتحاد و اپوزیسیون برای تغییر نظام سیاسی در ایران، برای ایجاد تحول دموکراتیک معتقد بودیم و کار میکردیم در مقاطع مختلف. من الان وارد جزئیات نمیشم، وقت رو با این بخش از صحبت ها نمیگیرم زیاد، ولی در مقاطع مختلف ما نزدیکی های متعددی با بخش های گوناگون اپوزیسیون ایران داشتیم، بستگی به اینکه اون دوره چه کسانی در
میدان مبارزه و در میانه این رزم بودن و با همه اونا نزدیکی داشتیم. حتی حزب توده ایران که بسیار برخورد خصمانه‌ای به جنبش کردستانی های و از موضع حمایت از جمهوری اسلامی، برای اینکه فکر میکرد این جمهوری اسلامی هرچی باشه ضد آمریکاست و بنابراین برای بلوک شوروی مفیده و از این زاویه خیلی شدید هم مخالف حزب کمله بود و ما رو جریانی سیاه ساخته، یعنی ساخته و پرداخته CIA قلمداد میکرد و همش تقریبا هفته نامه مردم هیچ هفته‌ای نبود که از ناسزا و برچسب زدن به کمله و جنبش کردستان خالی باشه. معهازا وقتی که خود اینا تحت فشار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و مجبور شدن متواری شدن فرار کردن، ما همون موقع اطلاعیه دادیم و گفتیم که ما توده‌ای ها رو میپذیریم در کردستان که و به اونها مکان امن خواهیم داد. برای اینکه سالها میتونستیم این کار رو بکنیم و این فقط یک موضع زبانی و گفتاری نبود، عملی هم بود، برای اینکه اون موقع مناطق آزاد زیادی در اختیار جنبش کردستان و احزابون بودن، چه دموکرات چه کمله، و میتونستیم این کار رو بکنیم. این جریان وجود داشت در دوره‌های مختلف. ما حتی کمک کردیم خیلی خیلی از نیروهای سیاسی ایران، شخصیت‌های گوناگون از راه کردستان ما کمکشون کردیم، بیرونشون آوردیم و اکثرا اینها راه اروپا و آمریکا و کانادا و اینا رو در پیش گرفتن و الان خوشبختانه تونستن نجات پیدا بکنن و زندگی‌های موفقی دارن. در دوره جنبش سبز ما بار دیگه این کار کردیم. ما انتقادهای خیلی اساسی به جنبش سبز داشتیم و اینو در برنامه‌های تلویزیونی و گفتاری و نوشتاری و همه اینا بیان کرده بودیم اون موقعی که دوره کیا و بیای جنبش سبز بود. با وجود این فکر میکردیم این هم راهی است در حد خودش برای ایجاد نوعی گشایش سیاسی و چالشی است در مقابل حاکمیت و فقط صرفاً از چهارچوب اختلافات درون حاکمیتی بیرون اومده، پای مردم رو، توده های مردم رو کشیده و چالشی است در مقابل حاکمیت و صدایی است ولو هنوز تصفیه نشده برای دموکراسی خواهی و دادخواهی مردم ایران یا بخشای از اون. بنابراین قابل احترام، قابل پشتیبانیه و بسیاری از فعالان دانشجویی، رسانه‌ای، سیاسی و شخصیت‌های گوناگون جنبش چپ که تحت فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتن از مسیر کردستان آمدن و ما حتی تشکیلات داخلی خودمون رو خیلی جاها این ریسک رو بهش تحمیل کردیم که بکشه بیرون اینها رو با امکانات خودمون و بعد کشورهای اروپایی و غیره پذیرفتن اینها رو و هنوز هم به نظر خودمون کار خیلی خوبی کردیم. این نوع روابط رو من اینو عرض دوستان کردم که بدونید ما همیشه از این نوع روابط داشتیم با خود دوستان سکولار دموکرات هم گرچه ممکن اونها هم نظری یا ملاحظاتی داشته باشن و ما هم داریم گلایه‌های خودمونو و در جلسات خصوصی تر مطرح شده، معاذا همیشه ما حسن نظر متقابل بینمون بوده با خیلی خیلی از جریان ها. بعد از سال 88 و اون جنبش سبز کنفرانس های متعددی تشکیل شد و ما سعی کردیم در همه اونا حضور فعال پیدا بکنیم و هنوزم معتقدیم جای یک کنفرانس بزرگ یا شاید بهتر بگم یک کنگره ملی بزرگ در خارج از کشور خالیه که تمام نیروهای اپوزیسیون درش بتونن تجمع بکنن و اصلا موضوع حرف من یک چنین تجمع و همکاری و اشتراک مساعی بین نیروهای مختلف اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران هست. یک نکته هم بگم، در دهه 90 میلادی که میشه 70 شمسی خودمون، ما در درون کمله یک بازنگری ایدئولوژیک و تجدید نظر ایدئولوژیک کاملی کردیم. بنابراین این صحبت هایی که به درست
آقای اعتمادی کرد در مورد پیشینه ما، شرکت ما در حزب کمونیست ایران، مربوط به یه دوره کاملا گذشته است و در بیش از تقریبا 20 خورده ای ساله که ما با نقد همه جانبه اون دیدگاه ها کلا از هر اون چه که با کمونیسم تداعی میشه فاصله گرفتیم و خودمون رو یک جریان سوسیال دموکرات میدونیم. از لحاظ برنامه اجتماعی ما به سوسیال دموکراسی نزدیکه، ولی ما الزامی برای پذیرش همه نتایج سوسیال دموکراسی از در قلمرو سیاسی ندیدیم و نمیبینیم. کما اینکه مثلا مدت‌ها سوسیال دموکراسی اروپا از اصلاح طلبی در ایران حمایت میکنه، ما این کار نمیکنیم، نکردیم و مسائل دیگه نظیر اینا. در هر صورت برنامه اجتماعی اقتصادی ما به سوسیال دموکراسی نزدیکه و خودمون هم عضو مشورتی این نهضت جهانی و این سازمان جهانی هستیم. این از لحاظ مقدمه کوتاهی بود از اینکه بگم چگونه علاقه ما به ایجاد یک جبهه یا ائتلاف وسیع دموکراسی خواهان ایران علاقه است جدی و فقط مربوط به این دوره اخیر و این روزها و هفته‌ها و سالهای اخیر یا بعد از جنبش دیماه نیست، بلکه به قدمت جمهوری اسلامی و به قدمت جنبش دموکراسی خواهی در پس از بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی ما این عقیده رو داشتیم و در هر دوره‌ای به نحوی با توجه به شرایط دنبالش کردیم، ولی امروزه از همیشه ضروری تر میدونیم این مسئله رو. ببینید اگر جنبش دیماه رو ما ملاک قرار بدیم و از اون مقطع بخوایم نتایجی بگیریم برای همین بحث امروزمون، من میگم که این جنبش خیلی ویژگی ها داشت، خیلی جنبه های مختلف و گوناگون داشت که قابل تحلیل و قابل استنتاج و نتیجه گیری است و خیلی هم شده. خود من در این مورد مطلب نوشتم و سمینار دادم، ولی اون چه که مهمه اینه که مطمئناً بعد از جنبش دیماه 1396 ایران دیگه ایران سابق نخواهد. همه اون بنبست ها و تنگناهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در ایران دست به دست هم دادن و این جنبش رو از اعماق جامعه ایران خلق کردن و به نظر من در واقع ناتوانی جمهوری اسلامی رو که خیلی از ماها میگفتیم، ناکارآمدیش رو که ما میگفتیم، این ناتوانی در اداره امور جامعه و این ناکارآمدیش رو به نظر من این جنبش عیان کرد، طوری که الان در بین خودشون در حاکمیت هم این مسئله پوشیده ای نیست و هر روزه دارن به زبانی بهش اعتراف میکنن. ولی این جنبش در این ویژگی هایی که متعددی که داره و قابل بررسیه، به نظر من یک ویژگیش برای بحث امروز ما میتونه مهم باشه و اون اینه که این جنبش یک جنبش تکثرگرا بود در ذات خودش. ببینید جنبش سبز هر عیب و ایراد دیگه‌ای هم که داشت ولی یک محدودیت داشت. این جنبش مرکز نشینا بود، جنبش تهران نشین ها بود، به شهرستان ها، به مناطق، به استان ها، به زبان ها و فرهنگ های متفاوتی که در ایران هست به این مناطق اونطور که باید سرایت نکرد، در حالی که جنبش دیما جنبشی بود تکثرگرا. از یک طرف جنبشی بود به تنگناهای اقتصادی، به سوء مدیریت و ناتوانی و ناکارآمدی حاکمیت در زمینه اداره امور اقتصادی، جنبش کارگری بود، چه از حقوقای معوقه، چه حداقل دستمزد، چه خیلی از مسائل دیگه. جنبش مال باختگان بود،
جنبش دراویش بود، جنبش عربای خوزستان بود، جنبش زنا بود، جنبش معلما بود. میبینید این جنبش بسیار متنوع‌تر و بسیار به نظر من تصویر خیلی واقعی تری از آنچه ایران هست به دست داد و این مشارکت عمومی مردم ایران رو در خودش به نظر من به مراتب بهتر از جنبش‌های قبلی و از جمله جنبش سبز در خودش بازتاب داد. و من از همینجا استفاده میکنم، میگم که هر نوع گذاری از الان به آینده یک ایران دموکراتیک و متکثر و البته از نظر من یک ایران فدراتیو که بتونه حقوق ملیت‌های ساکن ایران رو هم تأمین بکنه، به نظر من در گرو به رسمیت شناسی، تشخیص و قبول کردن این رنگین کمان وسیعیه که به نام ایران وجود داره. از کجا باید شروع کرد؟ خب خیلی نظرات متفاوتی هست در اینجا. من فکر میکنم که از تماس ها باید شروع کرد و این تماس ها ما بایستی معطوف به این باشه که بشه یک پلتفرم کمابیش کلی، نه اینکه به هیچ چیزی اشاره نکرده باشه در کلی ترین سطح، ولی اونقدر وارد جزئیات نشه که ازش اختلافات بیرون بیاد. یک پلتفرم جامع مورد قبول همه نیروهای دموکراسی خواه به نظر من اون چیزی است که بایستی در اطرافش جمع شد. یکی از نکاتی که در اینجا با توجه کرد اینه که اولا این اختلاف بین داخل و خارج و دیوار چین قائل شدن بین اینها، داخل مهم است، در خارج هیچ کاری نمیشه کرد. من عقیدم اینه این گفتمانی است که عامدانه از طرف اصلاح طلبان حکومتی جمهوری اسلامی مطرح میشه و اونا از داخل منظورشون جنبش معلما، جنبش برابری طلبی زنان، جنبش کرد و بلوچ، جنبش کارگری، جنبش معلم، دانشجو و غیره نیست. جنبش برای تغییر نظام نیست. داخل که میگن فقط محدوده های خودشون رو میگن و بنابراین به نظر من هیچ اعتباری نداره این حرف. جنبش داخل و خارج نداریم، البته داخل و خارج هست، ولی اینها هر دو به یک امر خدمت میکنن و اتفاقا یکی از مزایای و نکات مثبت جنبش دیماه عبارت از این بود که تونست تا حدود زیادی این اختلاف بین داخل و خارج رو از بین ببره و اینا رو در هم بیامیزه و هم تلفیق بکنه، نزدیک بکنه به هم دیگه و ازش چیزهای مختلفی هم، نتایج مختلفی هم بیرون آمد. بنابراین یکی این داخل و خارج نباید درش مطرح باشه. دوم اینه که به هیچ عنوان نبایستی اصلاح طلبی حکومتی اونچنان که ما شناختیم از سال 1376 تا الان، گفتمان اصلاح طلبی نبایستی با گفتمان تغییر نظامی که مورد نظر ماست بایستی متفاوت باشه. من قصد ندارم اون نسل جوان وسیع صدها هزار و میلیون ها نفری رو در ایران که از سال 1376 تا الان به امید تغییر، به امید بهتر شدن اوضاع، به امید بهروزی، به امید آینده بهتری تلاش کردن، جنبش کردن و خواه ناخواه چون آلترناتیو دیگه ای نبود یا اونچنان که باید شناخته شده نبود، بنابراین به ناگزیر زیر چتر چیزی موسوم به اصلاح طلبی کارشون رو پیش بردن. من قدر زحمت‌های اونها و آرمان‌های شریف و آرزوهای شریف و نجیبانه اونها رو میدونم، بهش احترام میذارم، ولی ما باید بدونیم که مدت هاست گفتمان اصلاح طلبی
گفتمان تغییر نیست، حتی در اون محدوده تنگی که سابق بود اون هم نیست. از گفتمان تغییر، از گفتمان حتی دموکراسی های نوع خودشون هم اثری دیگه ازش نیست. به جای گفتمان تغییر، میگم باز در همون چارچوب محدود خودشون، مدت هاست که اصلاح طلبی به گفتمان دفاع از نظام، به ضربگیر نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و بنابراین ما بایستی جدا تلاش کنیم که این توده های وسیع مردم و به خصوص تحصیل کرده ها و قشر روشنفکر، اصحاب رسانه ها و غیره رو که کم و بیش تداعی می شدن نزدیکی فکری و گفتمانی داشتن با اصلاح طلبی، از زیر نفوذ این گفتمان بیرون بیاریم. بیرون آوردن اکثریت بزرگ اینا از زیر گفتمان، تأثیر گفتمان اصلاح طلبی و به انزوا کشوندن رهبری این جریان اصلاح طلب و کشوندن بدنه سالم و مردمیش به طرف گفتمان تغییر نظام، به نظر من کار بزرگی است که بایستی صورت بگیره. این هم از نکات دیگه است که میخواستم بهش اشاره بکنم. بحث دیگر هست در مورد، میدونم بعضی از دوگانه ها یا بعضی از یا این یا آنهایی که وجود داره در درون نخبگان سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی، اینها رو هم بایستی برش غلبه کرد. مثلا فرض بکنید جمهوری خواهی یا مشروطه سلطنتی. من خودم و حزبی که من نمایندگی میکنم کاملا به جمهوری معتقدی، به دلایل مختلف که الان موقع بحثش نیست، ولی کاملا به یک چنین چیزی معتقدی و فکر میکنیم که این هست که امکان بازگشت دیکتاتوری رو در آینده کمتر میکنه. نه اینکه هر نظامی که اسمش جمهوری بود دموکراسیه، نه اینطور نیست. در دنیا خیلی مثال هایی داریم، نظام های پادشاهی هستن، از انگلستان تا کشورهای دیگه تا سوئد و غیره، که به مراتب دموکراتیک تر از خیلی از جمهوری ها هستن. بنابراین حرف من این نیست، میخوام بگم با توجه به شرایط ایران به طور نسبی یک نظام جمهوری میتونه ما رو نزدیکتر کنه و خطر اعاده دیکتاتوری رو کاهش بده. اما با وجود این یک چنین اعتقادی که من و حزب داریم، ما معتقدیم دموکراسی خواهی مهمتر از جمهوری خواهی است و بنابراین تقدم رو باید به دموکراسی خواهی داد و بعد میدان رو برای یک دیالوگی در مورد فرم آینده حکومت باز کرد، چه از الان و چه به خصوص در آینده پس از تغییر نظام و بالاخره نهایتاً مردم در این مورد تصمیم خواهند گرفت از طریق مجلس مؤسسان یا هر شیوه دیگری. این یکی از اون نکات مهمه. یکی از نکات دیگه‌ای که به عقیده من باستی بهش توجه کرد و جزو این یا آنهاست، عبارت از اینه که چقدر ما، گفتم داخل و خارج هم یکیش بود که این فاصله ها رو نباید قبول کرد. یکی دیگه از اینها به نظر من مسئله بین استقلال و یا چه میدونم ارتباط، تعامل با جامعه بین المللی است. فکر میکنم همه خواهان استقلال سیاسی کشور هستن و باید باشن، ما خودمون همچنین، و مطمئناً این یکی از
سیاست‌های هر حاکمیتی خواهد بود که به دنبال جمهوری اسلامی در ایران سر کار خواهد آمد. اما به نظر من تصوری که ما از استقلال داریم با توجه به جهانی شدن اقتصاد و سیاست در دنیای امروزی خیلی متفاوته. من خودم با دانش مختصری که در مورد توسعه اقتصادی دارم و کمی تحصیلاتی که در این مورد دارم، اینو میدونم که سیاست استقلال اقتصادی برای کشورهای جهان سوم که بعد از جنگ دوم جهانی و دهه 60 تا 70 خیلی در همه جا تدریس میشد و مقبول بود و سیاست جایگزینی واردات و سیاست خودکفایی اقتصادی امروزه اصلا عملی نیست و کشورها رو نه فقط مایه پیشرفت کشورها نمیشه، مایه به قرار رفتن و اونا میشه و انزوایی تحمیل میکنه که غیر ممکنه. کشوری مانند ایران بایستی به دنبال جایگاه شایسته در تقسیم کار جهانی بره تا اونجایی که به اقتصاد مربوطه، جایگاه شایسته و درست خودش رو در اقتصاد جهانی و تقسیم کار جهانی پیدا بکنه، نه که ارتباطش رو با دنیا قطع کنه و یا از بازار جهانی یا از این روند جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ و جامعه دوری بگزینه. بنابراین این از یک طرف از لحاظ اقتصادی. از لحاظ سیاسی هم بدون شک بایستی ملاکی وجود داشته باشه، منافع کشور و منافع ملی کشور بایستی اولویت اصلی در سیاست خارجی باشه، نه دشمنی با این یا اون کشور. بنابراین سیاست‌هایی از قبیل ضدیت با آمریکا و آمریکا ستیزی یکی از اشتباه ترین سیاست‌هایی بوده، یعنی برای مردم ایران اشتباه و زیانبار، برای اپوزیسیون اشتباه و زیانبار، ولی نعمتی بوده برای جمهوری اسلامی، برای اینکه این حرب رو وسیله‌ای کردن برای اینکه سر اپوزیسیون رو باش بکوبن و اختناق ایجاد کنن، اختشاش فکری در درون اپوزیسیون ایجاد کنن، خودشون رو مترقی عنوان بکنن، خودشون رو انقلابی و از اینجور چیزا عنوان بکنن. و بنابراین این آمریکا ستیزی رو باید بذاریم کنار، ولی کما این که غرب ستیزی رو هم باید بذاریم کنار، اسرائیل ستیزی و عرب ستیزی و عربستان ستیزی رو هم باید بذاریم کنار. بایستی یک سیاست واقع گرایانه بر اساس منافع خودمون اتخاذ بکنیم که البته درش استقلال و یکی از ارکانشه و این استقلال تأمین شدنی نیست اگر بخواد شعار نباشه و واقعی باشه، جز از طریق دموکراسی و منعکس کردن اراده و خواست مردم از طریق نمایندگانشون به طریق دیگه‌ای قابل تحقق نیست. بنابراین اینها رو من گفتم تا اون چارچوب عمومی رو که من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم تا برسیم به یک پلتفرمی، برسیم به یک نتیجه گیری واحد، اینو بیان کردم. من فکر میکنم الان با توجه به جنبش دیما و با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی، با توجه به وخیم بودن وضع ایران و وضع اقتصادی و معیشتی مردم، با توجه به بحران شدیدی که در خاورمیانه وجود داره و هر روز جمهوری اسلامی ایران بیشتر در این بحران میدمه و کشور رو داره به لبه پرتگاه یک جنگ ناخواسته میبره، همه اینا رو اگه بذاریم کنار هم، به نظر من این نتیجه رو میگیریم که ما بایستی قدم‌های سریعتر و جدیتر و مسئولانه تری در راه یک اتحاد وسیع اپوزیسیون برداریم و برای این منظور دیدارهامون، گفتگوهامون، کنفرانسامون، سمینارامون رو باید بیشتر کنیم. از دل این نهایتاً بایستی مجمعی، شورایی بیرون بیاد که این شورا خب معلوم افرادش باید
صلاحیت و تجربه و امکانش رو داشته باشن، ولی از طرف دیگه بایستی اون تنوع و تکثر رو در خودش داشته باشه که احساس اعتماد و آرامش و خودی بودن رو به همه مردم ایران هم بتونه بده. برای یک چنین تلاشی من میتونم بگم که حزب کمونیست کردستان ایران آماده است، از یک چنین تلاش‌های حمایت میکنه و خود ما هم آماده ایم در حدی که بتونیم نقشمون رو در این راستا ایفا بکنیم. خیلی متشکرم از وقتی که به من دادید. ممنون از شما جناب محتدی عزیز. اجازه بدید من یک نکته رو جا انداخته بودم اینجا خدمت شما عزیزان اعلام بکنم و اینه که این گفتگو و این برنامه از طریق تلویزیون کانال 1، تلویزیون میهن، از طریق رادیو ارکوته و همچنین از طریق یوتیوب و فیسبوک به طور مستقیم پخش میشه. خب دوستان عزیز، الان نوبت به طرح پرسش هاست. همونطور که از قبلم خدمتون عرض کرده بودم اینه که دوستانی که پرسش دارن در خصوص بحثی که جناب محتدی کردن میتونن یک بزنن و به ترتیب با پرسش های خودشون که بلافاصله آقای محتدی به نوبت جواب میدن، یکی یکی بعد به پرسش بعدی میرسیم. آقای فرشید عزیز نصرانی، آقای مرتضی آقا محمدی بفرمایید. بله مرسی. آقای مرتضی آقا محمدی. آقا محمدی بفرمایید، تو فاصله 1 دقیقه پرسشتون رو مطرح کنید. بله، سوال من اینه که خیلی ممنون من با بیشتر فرمایش شما متین بودش، موافقم، ولی با سابقه‌ای که من در اول انقلاب یادمه و شما منزل آقای بنی صدرم اقرار کردید که یه شورایی بودش که کردستان داشتن تو شهر جایی بودش که میگردوندن، بعد حزب کمله دستور داده بودن که بعد اونو به هم ریختند و چند نفر رو کشتند. آقای محمدی سوالمو میخوام عرض کنم. من با توجه به این من میخوام یه سوال بکنم که آیا شما کردها یکی از اقوام ایرانن که تشکیل دادن ایرانو، ایلام اصلا شما خودی هستید، غیر خودی که اصلا و ابدا صاحب ایرانی. بعد شما آیا زمان شاه هم مخالف میخواید کردستان مستقل کشور کردستان ایجاد کنید یا نه؟ من با فدریشن مخالفم، با شوراهای مختلف در همه جا باشه و استاندار باشه و همگی اصلا توی مجلس آینده ایران باشید. کاملا شما ایرانی هستید. آیا شما فرمودید ملیت، من از دید من شما ایران از قومیت ها تشکیل شده، ملت تشکیل نشده. ملت ایرانه فقط و زبونهای مختلف هستش. من تو دانشگاه پهلوی بهترین دوستان کرد بودن. آقای محمدی من سوالم اجازه بدید. دوستان عزیز، طبق توضیحی که در اول جلسه دادم، پرسش ها در محدوده صحبت های جناب محتدی است، به خصوص اینکه آقای محمدی مطالبی رو طرح کردن که اصلا نه تنها ربطی به این بحث نداره بلکه واقعیت هم نداره. من بنده به عنوان یکی از شاهدان این مسائل اون چیزی که ایشون گفتن اصلا نه تا به حال شنیده بودم راجع به رابطه کمله با آقای بنی صدر و داستانی که تعریف کردن. نه تو منزل ایشون اقرار کردن. اجازه بدید آقای محمدی، لطفاً مطالب خارج از بحث رو مطرح نکنید. سوالی که در خصوص بحث امروز که آقای محتدی مطرح کردن بفرمایید. آقای محمدی شما وقتتون رو ازش استفاده کردین، اجازه بدید آقای محتدی توضیح خودشون رو بدن. بفرمایید آقای محتدی. میکروفونتون بسته. بله. ببینید، من فقط محض اطلاع دوستمون آقای مرتضی آقا محمدی و همچنین همه دوستان میگم هرگز من خونه آقای بنی صدر نرفتم،
هرگز در هیچ جایی جز یک مورد که اشاره میکنم با ایشون ملاقات نداشتم. هرگز هیچ پیمانی، عهدی، ملاقاتی نبوده و مطلقاً مصاحبه گفتگویی با ایشون من نداشتم. چرا نداشتم؟ دلایل خودش رو داره. یک بار من آقای بنی صدر رو حضوری دیدم، بنده زندانی بودم در شهر سنندج و ایشون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی آمد که به زندانیا سر بزنه. من رو زندانیا به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن. 2-3 دقیقه از وضع بازداشتی ها برش گفتم. بنابراین من از موضع زندانی جمهوری اسلامی و اون از موضع رئیس جمهور کشور، بله رئیس جمهور هم نبود اون موقع، ولی شخصیت من اشتباه کردم، منو ببخشید، من با جای یکی دیگه. مطلقاً ایشونو هیچ وقت جز در این موقعیت ندیدم، هیچ پیمانی ندیدم و هیچ اون اقراری هم که شما گفتید اگر بوده اصلا مربوط به من و حزب کمل کردستان ایران نبود. مرسی آقای محترم. نفر بعد لطفاً. خانم روناک دماوندی لطف بفرمایید میکروفونتون رو باز کنید. درود جناب محتدی، سپاسگزارم از اینکه دعوت مهستان رو قبول کردید. سوالی که از شما داشتم، شما فرمودین که طالب و مایل هستید که اپوزیسیون به یک اتحاد و اجماع برسه. حزب کموله در این راستا چه اقداماتی به تا به حال انجام داده و با توجه به اینکه در مهستان ما میثاق ملی جلوگیری از بازتولید استبداد در ایران رو که به امضای دوستان بسیاری هم رسیده داریم، نظر شما راجع به این میثاق ملی چیه و آیا شما و حزب کموله با اون موافق هستید و اون رو امضا و تایید میکنید و اگر نه چرا؟ و این پلتفرمی که در موردش صحبت فرمودید که ما نیاز به یک پلتفرم داریم که همه متحد بشیم و حول اون بچرخیم، فکر نمی‌کنید همین میثاق ملی که باشه که در مهستان به امضا رسیده و به تصویب رسیده؟ متشکرم. بفرمایید آقای محترم. میکروفونتون بسته است. میکروفونتون بازه ولی نه چه صداتون رو ما نتونستیم بشنویم. بله بفرمایید. اینو میخواستم خدمتتون بگم که بله ما طالب اتحاد اپوزیسیون دموکراسی خواه ایران هستیم، هم این رو یک ضرورت میدونیم برای تغییر نظام جمهوری اسلامی و گذار از این نظام به یک نظام دموکراتیک شایسته مردم ایران و همین که خودمون به عنوان یک حزب این رو یک وظیفه خودمون میدونیم. من اشاراتی کردم، از ما تنها ساخته نیست که ای کاش بود، ولی از ما به تنهایی ساخته نیست که این اتحاد وسیع رو به وجود بیاریم، ولی ما به سهم خودمون برای اشتراک مساعی در راه ایجاد این اتحاد بزرگ مطمئن باشید آمادگی داریم. در مورد این میثاق ملی که گفتید، باید بگم متاسفانه من این میثاق رو نخوندم و یا اگر خوندم الان تو حافظم نیست، بنابراین نمیتونم در موردش اظهار نظر بکنم. اون چه که من میگم اینه که باید یک پلتفرمی باشه، شاید خیلی از نکات این میثاق هم اتفاقا قابل استفاده باشه، چرا که نه، من هنوز نمیتونم در موردش اظهار نظر مشخصی بکنم، ولی یک پلتفرمی باید باشه که بتونه مختصر و مفید جامع باشه، به این معنی که مهمترین عوامل و عناصری رو که باید بهش اشاره کنه ازش نگذره، اشاره کرده باشه، ولی اونقدر هم وارد جزئیات نشه که دیگه ازش اختلافاتی در بیاد. اون ماحصل یا جمع بندی باشه که ما در ایران امروز و تا رسیدن به اون نظام دموکراتیک بهش احتیاج داریم. مرسی آقای محتدی. آقای نصراللهی نفره. خانم سپیده قیاسفند لطف کنید میکروفون رو باز کنید. سپاسگزارم، مرسی. تشکر میکنم آقای محتدی از حضورتون و بررسی جامعی که از وضعیت سیاسی ایران ارائه دادید. از سوال من تکراری هست ولی چون باز پاسخ در نگرفتم این بود که باز سوال میپرسم، اینکه
شما در واقع از ضرورت اتحاد اپوزیسیون ها با تعیین حداقل هایی صحبت کردی. سوال من این هستش که حزب شما در این رابطه چه اقداماتی رو انجام داده و چه برنامه‌ای داره؟ مرسی. ببینید، ما برنامه‌مون اینه، تا به حال این کار کردیم در نشست‌های عرض کردم به دنبال تقلب انتخاباتی سال 1388 که منجر به بروز جنبشی به اسم جنبش سبز شد، این فضای جدیدی رو به وجود آورد، داخل و خارج رو به هم نزدیک کرد و بار دیگه اپوزیسیون ایران رو در خارج کشورم فعال کرد. ما فعالانه در کنفرانس های مختلف این اپوزیسیون در خارج کشور شرکت کردیم. مثلا فرض بکنید در چندین مورد از این موارد ما همکاری و اشتراک نزدیک داشتیم. یکیشون اتحاد برای دموکراسی در ایرانه که جدیداً هم یک کنفرانسی در لندن برگزار کردن که بندم توش بودم. یکی از اینا یک اتحاد تقریباً چند ساله‌ای هست، یک همکاری چند ساله‌ای هست که با حزب دموکرات کردستان ایران و سازمان فداییان خلق ایران اکثریت و اتحاد فداییان خلق داشتیم و حتی سندی هم تا حد امضا رسیده که از نظر ما امضاش هم خیلی مفید بود. اشکالات دیگری از جانب بعضی دیگه از شرکت کنندگانش پیش اومد و نشست‌های مختلفی که ما سعی کردیم وجود داشته باشه و هر جا حضور پیدا کردیم ما راه نزدیکی و همکاری رو در پیش گرفتیم و من الان ندارم که بگم به شما یه نقشه خاصی، ولی میدونم که اگر این تماسا ادامه پیدا بکنه که خود ما خیلی ها رو دیدیم، خیلی ها رو در عرض 7-10 سال اخیر با خیلی ها از نیروهای مختلف نشستیم و همین ایده رو مطرح کردیم. اگر زمینه‌ای پیدا بشه، زمینه وسیع‌تری پیدا بشه توی اپوزیسیون، مطمئناً ما میتونیم نقش خودمون رو بازی کنیم. مرسی جناب مهتدی. آقای نصرالله نفر بعد. جناب آقای عارف سرایی، لطف کنید میکروفون رو باز کنید. با درود و عرض ادب خدمت حاضرین و بینندگان عزیز و گرامی در ایران و خیر مقدم گروهی، خدمت مهمان عزیز و گرامی. من در اینجا دوست دارم یک جمله از جناب استاد عزیز و گرامی آقای اسماعیل خویی یادآوری کنم که چه خوب است که به جای کلمه ملت و از این قبیل کلمه مردم رو استفاده کنیم. ما همیشه مردم رو میشناختیم، اسم مردم رو در کتاب‌های فارسی از کودکی یاد گرفتیم و همیشه کلمه مردم هست که کنار دموکراسی و سکولاریسم میاد. میخواستم در اینجا دوباره این موضوع رو تکرار کنم اگر امکانش هست. کلمه ملت، برای استفاده از کلمه ملت برای اقوام مختلف ایرانی در دراز مدت میتونه سوء استفاده های ایجاد کنه از طرف بیگانگان به ایجاد نوعی نژاد پرستی و ایجاد تصویری از نژاد پرستی بین مردم. این که به نظر شما آیا امکان این هست که ما همیشه از کلمه مردم برای همه اقوام ایرانی هم استفاده کنیم؟ خیلی ممنون. بفرمایید آقای مهتدی. ببینید، استفاده کردن از کلمه مردم هیچ عیبی نداره و خیلی هم درسته و من خودم در اکثر موارد همین رو به کار میبرم. ولی شما هرچند کمی ما رو از موضوع مشخص بحث امروز ممکنه دور بکنه، ولی برای روشنگری بیشتر من باید به این دوستان بگم کردها خودشون رو یک ملت میدونن
و هیچ کس نمیتونه در داخل کردستان در بین جامعه کرد، شما نمیتونید، البته این اصطلاح در زبان فارسی هم خیلی وقتا به کار میره، خیلی هم میگن ملت کرد و هیچ منظور اون نژاد پرستانه‌ای که شما بهش اشاره کردید ندارن. شما الان در جامعه کرد ایرانی حضور پیدا بکنید و بهشون بگید شما ملت نیستید، مطمئناً با شما هم عقیده نخواهند بود. بنابراین یک اعتقاد عمومی که مربوط به این یا اون حزب هم نیست وجود داره و کردها خودشون رو یک ملت میدونند، اما این ملت خواهان ملت یا ملیت، این مردم خواهان زندگی مشترک در ایرانه. همونطور که گفته شد، ببینید قبل از حتی امپراتوری پارسا، امپراتوری مادها در ایران وجود داشت که کردها خودشون رو از نسل اون میدونن، یا تاریخ دانان اینطور به ما گفتن. بنابراین قبلا هم سوال شد آیا ما خواهان به دست آوردن حقوق کردها در داخل کشور ایران هستیم یا میخوام از ایران جدا بشیم؟ خیر، کردها، من نمیگم هیچ بخشی یا هیچ عناصری نظر دیگه ای ندارن، ولی به قول انگلیسی ها مینستریم کردها، بستر اصلی جنبش کرد در ایران از جمله حزب ما، خواهان یک ایران دموکرات، سکولار، تکثرگرا هست و حقوق کردها رو در این چارچوب میخوان. اما اینکه از اونا بخوایم که خودشون رو ملت خطاب نکنن یا ملیت خطاب نکنن، من فکر میکنم این از شما نخواهند پذیرفت این مسئله رو. مرسی آقای محترم. ایشون میشه بعداً بیشتر در نشست‌های دیگری توضیح داد، ولی واقعیت اینه که من خدمتتون گفتم. مرسی آقای محترم. آقای نصرالله نفر بعد. خانم آتوسای نجفلی، لطفا میکروفونتون رو باز کنید. با درود به آقای مهتدی. جناب مهتدی، من از شما یه سوالی خارج از این بحث داشتم، اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. بفرمایید. میشنوید؟ بله رئیسه باید بگه از نظر من. بفرمایید. میبخشید، قاعدتا باید پرسش‌ها در جریان بحث شما باشه، ولی اگر خودتون مایلید ایشون خانم نجف رو میتونم بپرسم. بفرمایید خانم نجف. متشکرم. ما ملت ایران با همبستگی حکم آقای رامین حسین پناهی را حکمی ناعادلانه دانسته و خواستار تجدید نظر نسبت به پرونده ایشان و عدم اجرای حکم اعدام میباشیم. جناب آقای مهتدی، از حضرت عالی میپرسم که چرا شما به عنوان دبیر کل حزب کموله به مسئله رامین آنطور که باید و شاید اهمیت ندادید؟ البته برنامه‌های شما به زبان کردی بوده، ولی سوال من از شما این است که چرا به زبان فارسی اطلاع رسانی نشده است؟ مسئله رامین در حال حاضر یک مسئله جهانی شده و بسیاری از شما به عنوان دبیر کل حزب کموله این انتظار را داشتند که کاری انجام بدهید و البته بسیاری تاکید دارند که سکوت شما در مسئله رامین قابل بحث است. سپاسگزارم. مرسی خانم نجف. بفرمایید آقای محترم. عرضم به حضورت، نه تنها سکوت نکردیم، همونطور که خودتون شاهد هستید مملکت رو گذاشتیم رو سرمون دیگه. تنهایی نه این کارو نکردیم و نمیتونستیم بکنیم. با همیاری دوستایی مثل شما در سرتاسر ایران، همه نیروهای آزادیخواه، همه کسانی که واقعا علاقه‌مندن این جوان زیبا و رعنا رو از مادرش نگیرن، از مردم کرد نگیرن، از مردم ایران نگیرن و بتونه جونش رو حفظ کنه و از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشه، همه اینها کمک خیلی اساسی کردن و من خیلی تشکر میکنم. من شخصا از نزدیک میشناسم، مثل پسر خود من. اطلاع رسانی هم به زبان فارسی باید بیشتر باشه، حتما اینطوره، ولی به زبان فارسی، کردی، انگلیسی، عربی، به همه این زبانها ما اطلاع رسانی کردیم
هر قصوری هم شده باشه بایستی برطرف بشه، ولی توجه بکنید به این که کسی مثل من لازم نیست که شخصا بیاد و هر روز یک تو فیسبوک یه چیزی بنویسه. من از طرق دیگه‌ای دارم همین کارو میکنم. با خیلی از مؤسسات و نهادهای حقوقی بین المللی کسایی میرن صحبت میکنن که من پشت سرشون هستم و ازشون خواهش کردم و هدایت میکنم که برن این کارو بکنن. کسایی که دارن این نه همه ولی بخش قابل ملاحظه از کسانی که این کمپین ها رو دارن پیش میبرن که من بهشون دست مریزاد و آفرین میگم، سپاسگزاری میکنم، در واقع به نحوی مستقیم یا بعضا غیر مستقیم با بنده در تماس هستن. من با تمام وجودم از هر فرصتی استفاده کردم که جان رامین حسین پناهی نجات پیدا بکنه، به یک محاکمه عادلانه بتونه دسترسی پیدا بکنه و مطمئنا از این به بعد هم همین کار رو خواهم کرد. من برای این بهترین آرزوی منه، بهترین مژدگانی که من میتونم دریافت بکنم لغو حکم اعدام رامین حسین پناه است. مرسی آقای محتدی. آقای نصرالله نفر بعد. جناب آقای حسن دانشور لطف کنید میکروفون رو باز. جناب آقای محتدی، قبل از اینکه سوالمو طرح کنم دوست دارم از شما تشکر کنم به عنوان یک هموطن کرد که به ایرانیای آزادیخواه مجال دادید، جونشون رو نجات دادین و از منطقه کردستان خارجشون کرد و این همبستگی ملی ما نشون میده. و منم یادم اومد که سالهای 58 59 تا 60 و جوانای ایرانی هم فارس فرض کنید در شهرهای بزرگ اطلاعیه‌های کومله و بقیه سران و رهبران مذهبی و سیاسی کردستان رو با قبول خطرات جانی به عهده گرفته بودن و پخش می‌کردن و این خوبه برای رابطه فیما بین تمام نقاط کشور. اما سوال من برمیگرده به اون چیزی که شما در سخنرانیتون طرح کردید، عنوان علاقه حزب شما به امر فدرالیسم. هیچ تردیدی نیست حزب سیاسی درخواست‌هایی رو برای آینده خودش در کشور داره، به خصوص احزاب کرد. ولی سوال من اینه از شما که ما میدونیم که برای یک دوران گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک یا یک پادشاهی مشروطه دموکراتیک، این دوران گذار یک مشخصاتی داره که شروع میشه با دولت موقت و بعد تشکیل مجلس مؤسسان، قانون اساسی، رفراندومش، انتخابات مجلس شورای ملی یا پارلمان و بعد هم ورود احزاب به صحنه انتخابات و رقابت برای گرفتن کرسی‌هایی در مجلس ملی. شما خوب میدونید که از ابتدای روی کار آمدن دولت موقت تا زمانی که مجلس ملی تشکیل نشده، دولت موقت و ارگان‌های اون اجازه تصویب هیچ قانونی رو ندارن. بنابراین به هیچ یک از درخواست‌های احزاب اجازه ندارن، چون نمایندگی دموکراتیک مردم ایران رو ندارن، نمیتونن پاسخ بدن. و این امریست که فقط زمانی میتواند انجام بگیرد که مجلس ملی تشکیل شده باشه و نمایندگان احزاب برن اون تو و درخواستاشون طرح کنن، براش مبارزه سیاسی بکنن. سوال من از شماست این است: شما این درخواست فدرالیسم رو آیا حاضری تا زمان تشکیل مجلس ملی کنار بگذارید؟ به عبارت دیگر آیا حاضرن احزاب کرد یا احزاب اقوام دیگر یا ملت‌های دیگر، من حالا رو اسمش خیلی تاکید نمی‌کنم، آیا حاضرن این درخواست رو از دولت موقت نکنن با توجه به اینکه این امکان در مورد دولت موقت نیست که پاسخگوی اینجور سوالات باشه؟ خیلی متشکرم. بفرمایید آقای محتدی. جناب دانشور، کاری که ما کردیم در دهه‌های گذشته وظیفه ما بوده، بهش افتخار میکنیم در نجات جان خیلی از فعالان سیاسی ایرانی، ولی امیدواریم دیگه بیشتر از این احتیاج نباشه به این کار. یعنی ما در یک ایران آزاد زندگی کنیم که کسی رو برای عقایدش یا فعالیت‌های سیاسی دستگیر و تحت فشار قرار ندیم. اما در مورد مسئله فدرالیسم، ببینید فدرالیسم از نظر ما
اصلا جزئی از دموکراسی در ایران. اگر ما برای ایران دموکراسی میخوایم، مثل فرض بکنید برابری حقوق زن و مرده از نظر ما. یعنی شما نمیتونید بگید حالا حقوق زنها رو بذاریم بعد صحبت میکنیم در موردش، فعلا بگیم دموکراسی. از نظر ما یکی از بنیادهای دموکراتیزه کردن ایران و یکی از شاخصهایی که نشون میده ایران واقعا دیگه پا به در مردمان خودش دیگه هراس نداره، حقوق اونها رو تأمین میکنه، تنوع رو در درون خودش میپذیره، بخشی رو بر بخش دیگه برتری نمیده و به تبعیض‌آمیز برخورد نمیکنه. به این معنی برای ما جزو بنیادها و شالوده های دموکراسی است این فدرالیسم. حقوق ویژه‌ای نیست که کردها برای خودشون بخوان، یا امتیازی نیست که اینا مثلا مملکت شلوغ بشه، اینا این وسط بخوان از این نقد برای خودشون کلاهی بدوزن و از فرصت استفاده بکنن و امتیاز ویژه‌ای برای خودشون بگیرن. باور کنید اعتقاد من بر اینه و فکر میکنم خیلی مثالهای تاریخی اگر از نزدیک بتونیم به طور مفصل صحبت کنیم میتونه اینو نشون بده که تأمین این نوع حقوق و ذکر اون در قانون اساسی اتفاقا این شالوده های وحدت ایران و اتحاد مردمانش رو تأمین میکنه، این استحکام درونی جامعه ایران رو تأمین میکنه. شما به من بگید بالاخره میخواید کردها، آذربایجانی ها و غیره بتونن به زبان مادریشون درس بخونن، یا اینو بعداً باید مثلا بعدها بهش رسیدگی خواهد شد؟ این جزو حقوق بشر امروزه. آیا شما قبول دارید که در هر استانی بالاخره باسی انتخابات بشه و از طریق اون انتخابات بسیار مراجع و مناصب استانی برای اداره اون استان تعیین بشه؟ و من میگم فدرالیسم مگه چیزیست غول بیشاخ و دمی نیست، این اسمش فرنگیه، وگرنه قبلش ورژن ایرانی اون به اسم انجمنهای ایالتی و ولایتی توی دوره مشروطه مورد قبول قرار گرفت، اجرا نشد هیچ وقت، این تبعیض هیچ وقت برطرف نشد، کما اینکه خیلی از بخش‌های دیگه دموکراسی هم تو ایران اجرا نشد، ولی به خصوص این بخش که الان مورد بحث ماست تحقق پیدا نکرد، عملی نشد هیچ وقت. وگرنه شما اگر اسم فدرالیسم اسم خارجیه، اگرچه به نظر من یه اسم حقوقی معتبره، حدود 40% کشورهای دنیا با این نظام اداره میشن و استحکام درونیشون رو بیشتر و نه کمتر حفظ کردن. من بارها مثال هندوستان رو میزنم. شما جناب دانشور با این 72 ملت هندوستان رو به چه طریق دیگه‌ای میتونستید دور هم جمع کنید؟ با وجود این همه تنوع شما جز با اختیارات فدرالی در داخل کشور پهناور و پرجمعیت هندوستان به چه طریق دیگه‌ای میتونستید وحدتش رو تأمین کنید؟ ایران بازمانده یک امپراتوری هم در دوران باستان هم در قرون وسطا، بنابراین قومیت‌ها و گروه‌های اتنیکی و زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف درش وجود داشته و هنوز داره. ما نمیتونیم، به عقیده من این بحث شاید کمی ما رو به جای دیگری میبره، ولی صرفاً یک دولت یک ملت، این نظریه نمیتونه ازش ساختار سیاسی ما صرفاً از این بیرون بیاد. ما بایستی اون مدل از کشورها رو در نظر بگیریم که بیش از یک فرهنگ و یک زبان یا به قول شما یک قومیت، من میگم یک ملیت در مورد ایران درش وجود دارن. انگلستان الان به بریتانیا به کشور خودش میگه nations. اونایی که همتون بهتر از من به انگلیسی آشنا هستید میدونید که در یوکی، در کشور بریتانیای کبیر، اونا به خودشون میگن نیشنز و وحدتشون هم حفظ کردن در طی سالها. تازه اون زبانش هم همشون انگلیسیه، زبانهای قدیمی داشتن ولی ندارن الان.
در حالی که در ایران این زبانهای زنده وجود داره. من فکر میکنم بایستی اندیشه جدیدی، گفتمان جدیدی در این مورد بتونه بیاد که این تنوعات و زبانها و فرهنگها و بخشهای مختلف جامعه ایران رو خیلی بهتر و جدیتر نمایندگی بکنه. اگر قرار باشه، من اصلا نمیگم حرف جناب عالی اینه، ولی اگر قرار باشه فقط، من اینو جای دیگه هم گفتم، اگر قرار باشه فقط ملاک زبان فارسی و مذهب شیعه باشه، و بنا به تعریف بیشتر از نصف مردم ایران ول معطلن تو این کشور. بنابراین بایستی به این فرهنگ ها و قومیت ها و ملیت های دیگه از نظر من میدان داد که اساسی کشور جایگاه شایسته خودشون رو پیدا بکنن. فدرالیسم شکلی از اشکال مشارکت سیاسی است، شکلی برای جدا شدن نیست. مشارکت سیاسی هیچ وقت باعث نخواهد شد که تفرقه و جدایی به وجود بیاد، بلکه حس خودی بودن رو، حس این که همه ما در سفره مشترکی هستیم، پای سفره مشترکی نشستیم و کشور مشترکی داریم، این حس رو بیش از پیش به وجود میاره. من شخصا فکر میکنم، استقبال میکنم، نه در این امروز روزی که اختصاص به بحث دیگه ای داره، ولی به طور کلی من از باز شدن این بحث در بین دوستان ایرانی غیر کرد استقبال میکنم و فکر میکنم کمی بایستی از این مسئله فدرالیسم تابو زدایی بشه. مرسی. مرسی آقای مهتدی. دوستان حدود 1 ساعت و 10 دقیقه از آغاز این بحث میگذره و سقف به اصطلاح ادامه این بحث نزدیک به 2 ساعت. بنابراین باید سوالها و مسائل رو کمی محدودتر بکنیم. از آقای نصراللهی میپرسم چند نفر الان برای لیست طرح سوال نام نویسی کردن؟ باقی مونده حدوداً 5-6 نفر. لطفاً این لیست رو دیگه ببندید و از دوستانمون خواهش میکنم فقط سوال بکنید. تو لیست بعدی یه لیست کوچیک دیگه باز میکنیم. اگر احیانا دوستانی هستن که نظر دارن راجع به فرمایشات آقای مهتدی، اون موقع میتونن در فاصله مثلا 3 دقیقه نظر خودشون رو هم بیان بکنن. ضمن اینکه در ادامه همونطور که از پیشم خدمتتون عرض کردم، قرار است که آقای نوری‌علا یک جنبندی از بحثایی که انجام میگیره در این جلسه رو مطرح بکنن. بنابراین خواهش میکنم مختصر و کوتاه فقط سوال در خصوص بحث اساسی در رابطه با مسئله چگونگی تشکیل نیروی آلترناتیو در برابر حکومت اسلامی ایران آقای مهتدی رو مورد سوال قرار بدید. بحث‌های زیادی هست در خصوص مسائل مربوط به اقوام ایرانی که میشه در یک جلسه دیگه مفصل راجبش صحبت کرد. آقای مهتدی امروز در رابطه با نگاهشون، نظرشون راجع به مسئله چگونگی اتحاد بین نیروی اپوزیسیون مطرح کردن و لطفاً هم سوالات در این رابطه باشه و بعدم اظهار نظرات. خواهش میکنم. نفر بعد دیگه آقای نصراللهی، دوستانی که یک بارم سوال کردن دیگه کافیه، یعنی برای بار دوم سوالی رو از تکراری نگیرید لطفاً و کسی هم به لیست پرسش کنندگان اضافه نکنید. بفرمایید نفر بعد. جناب آقای اربابی لطفاً میکروفونتون رو باز کنید. با درود بسیار گرم به آقای مهتدی و درود بسیار گرم به همه هممیهنان. آقای مهتدی، من سخن رو کوتاه میگم و اون همین است که اکنون ما در یک هنگامی بسیار ویژه‌ای به سر میبریم، به سخن دیگر یک روزگار اورژانسی به سر میبریم. من با همه سخنان شما نزدیک به 100% همراه هستم. یک پیشنهادی شما دادیم به نام یک پلتفرم فراگیر و کلی. ببینید اکنون گزارش فراوان هم هست. جواد ظریف رفته نیویورک. برای چی رفته اونجا؟ داستان اینه که میخواد سودا بکنه با قدرت بزرگ جهانی. یک هنگامه بسیار بزرگی است، هم برای اپوزیسیون، هم برای خود رژیم و هم برای مردم ما. اکنون یعنی میخوام بگم همین امروز حزب کماله چه برنامه‌ای داره، نه فردا. من میخوام بگم که ما باید یک شتاب بخردانه‌ای بکنیم، نه شتاب بیش از خرد.
و شتاب بخردان اون هم هست که نگذارید که پس فردای بشه و سپس پشیمون بشید. این هنگامه این فرصت بسیار خوب را از دست دادیم. ما یک شما بسیار آقای مهتدی گرامی چه برنامه ویژه‌ای کانکرت برای فردا نه پس فردا داشته باشید که فرا بخونه گروه‌های گوناگون، نهادهای گوناگون رو به یک یک دیدار بزرگی در راستایی که ما یک شورای رهبری گفته شما یه چیز این رو ما راه بیاندازیم. میخوام این رو هم از شما خواهش میکنم دو چیز رو من به میان گذاشتم، هم به میان بذارید. خوش سخن گفت، امیدوارم دیدارها باز هم داشته باشیم و هم به هم کمک میکنیم. بفرمایید. فکر میکنم که این حرف شما اولا درسته که آقای ظریف رفته، چون اینا دو چهره دارن دیگه و با این دو چهرگی خودشون 40 سال جامعه بین المللی سر کار گذاشتن. یک چهرهشون و فرستادن پهپادها به کشورهای خارجی و دخالت در منطقه و ایجاد انفجار و غیره است، ولی یک چهره دیگرشون هم سعی میکنه در پسند با آمریکا و به خصوص با اروپا و آمریکا وارد معامله بشه اگر بتونه. و آقای ظریف این مأموریت دومی رو داره. از نظر من اینا دو چهره مکمل جمهوری اسلامی هستن و هیچ فرقی با هم ندارن. اما به عقیده من اگر ما بتونیم یک شورایی، یک مجمع مورد یک شورای دوره گذاری، شورای رهبری آقای مهتدی یه لحظه خواهش می‌کنم، صداتون یک کمی ضعیف شدی و ناگهان ببینید اونجا اتفاقی افتاد. والا نه فکر نمی‌کنم. خب الان درست شد. فرمایید. اینو داشتم خدمتتون میگفتم که این دو چهرگی جمهوری اسلامی باز پلیس خوب و پلیس بد، جمهوری اسلامی خوب و بده که با دنیا دارن بازی میکنن. همین کارم در دوره توافق برجام، توافق اتمی انجام دادن. مطمئنم، من که نبودم تو مذاکراتشون، ولی مطمئنم 10 مرتبه بیشتر هیئت نمایندگی ایرانی آقای ظریف نمایندگان اوباما گفتن آقا اگه با ما توافق نکنید بدا میان سر کارا، در حالی که بدا خوبایی نیست. این بازی بین بد و بدتر تمام دیگه تو ایران. کاری که ما باید بکنیم اینه که اگر بتونیم جلسات و کمی فشرده‌ای بین رهبری جریان‌های سیاسی ایران بذاریم که ماه آینده و یک از دلش شورای مورد توافقی از دلش در بیاد، در اون صورت فکر میکنم ما با جامعه جهانی هم میتونیم رابطه مناسبتری داشته باشیم و به دنیا نشون بدیم تنها صدایی که از ایران بلند میشه صدای امثال آقای ظریف و اینها نیست. مردم ایران اعتماد دارن و ولو غیر منتخب ولی نوعی نمایندگی مردم ایران رو ما باید بتونیم ماهای آتی بریم به سراغش. راهش چیه؟ من راهش رو این میدونم که جریان‌های سیاسی خیلی به هم نزدیکتر بشن و فکر میکنم حتی همه نشست‌ها الزامی، در کار این که من دیالوگو 100% میپذیرم و پیشنهاد میکنم، ولی الزاما همه نشست‌های رسانه‌ای نیست. به نظر من عده‌ای نزدیکتر باید بشینن، حتی به دور از چشم رسانه‌ها گفتگوهای خیلی مفصل و خودمونی انجام بدن. بالاخره میتونن به یک چنین نتیجه‌ای برسن، یک پلتفرم و یک شورایی که اون رو پیش ببره و یک کنگره بزرگ ایرانیا. اینا کارهایی است که ما باید بکنیم. مرسی آقای مهتدی. آقای دارابی عزیز، سوال شما بسیار سوال درست و منطقیه، ولی اجازه بدید چون داریم الان به روی روال معمول بیفتیم و داریم مشخصا سر موضوع مورد بحث صحبت میکنیم، این رو ادامه بدیم و بعد در یک فرصتی اگر وقت بود من حتما سوال شما رو که کتب من نوشتید رو با آقای مهتدی در میون میذارم. آقای نصراللهی نفر بعد.
جناب آقای عباس دانشور لطفا میکروفون رو باز. متشکرم. با درود مجدد به آقای مرتدی برای حضورشون تو جمع مهستانیا. من خیلی خوشحال به سوال آقای دانشور شدم، ولی چون آقای که تکرار نشه فقط نتونستم این رو تکرار کنم، ولی سوالمو تکرار خواهم گفت. من تا اونجا که میدونم آقای دانشور در سوالش روی وجود یا ضرورت فدرالیسم نبود. سوالش این چه زمانی شما حاضرید که به عنوان حزب کومله پای این قضیه بدید. حالا من از این بگذارم به سوالم. یه سوال دارم از شما آقای مرتدی. نظر حزب شما رو دوست دارم بدونم به تجزیه طلبات چیست؟ مرسی آقای دانشور. آقای مرتدی لطفا بفرمایید. آخه درست متوجه نشدم کی در چه شرایط چه منظورتون کیه؟ منظورم اینه که در شرایط فعلی احزابی هستند که با ایده تجزیه طلبی فعال هستند. نظر احزاب چیست؟ مثلا کدوم حزب شما؟ صداتون قطع شده آقای دانشور. من میتونم اسم خاصی ببرم. من در آذربایجان هستن، ممکنه در باشن، احتمالا شما بهتر میدونید. آیا اصلا وجود ندارن همچه حسابی؟ اگر دارن نظر حزب شما چیست؟ من نظرم این کسی که بخواد تجزیه طلب، اونا خودشون میگن استقلال طلب، کسی که بخواد نظر دیگری غیر از فدرالیسم داشته باشه، چه اون نظری که فکر میکنه فدرالیسم حقوق بیش از حد است، نالازمه، و چه اون کسی که فکر میکنه کمه و بایستی یک دولت مستقل تشکیل داد. نظر من همه اینا بایستی از آزادی عمل برخوردار باشن و نهایتا مردم انتخاب خواهند کرد در مورد اینا. من به کار بردن زور و خشونت رو در مقابل هر کدوم از این دو گرایش رد میکنم. مرسی آقای مرتدی. آقای نصراللهی نفر بعد. جناب آقای محمد پارسی لطفا میکروفون رو باز کنید. متشکرم. من هم از جانب خودم به آقای مرتدی درود میفرستم و خوش میگم. سوال منم هم در مورد همین نکته بود، در مورد فدرالیسم که چندین بارم صحبت شده، ولی بعد نیست دوباره این کاملا روشن بشه. سکولار دموکراسی مهستان الان باور بر این داره و به دنبال این هست که یک حکومت با عدم تمرکز و با استانهایی با مدیریت خودگردان تشکیل بشه. من خواستم دوباره اگر اینا رو فرمودی یک بار دیگه هم خلاصه بفرمایید نظر حزب کومله و خود شما در این باره چیه، و اگر مثبته ما حتی میتونیم دعوت بکنیم که بیایم و با ما همکاری کنید. با سپاس. مرسی. بفرمایید. ببینید، مطمئنا عدم تمرکز چیز درستیه و آینده ایران در عدم تمرکزه. کما اینکه کشورهای پیشرفته و دموکرات دنیا شما توشون میبینید که شهرداری ها، مناطق، ایالت های مختلف انتخابات های لوکال و محلی و هم انتخابات های منطقه‌ای یا رژیونال درشون اهمیت خاصی دارن. مطمئنا ایران آینده باید این طور باشه. اما من سوال میکنم، میگم که برای اینکه بهتون نشون بدم چرا فدرالیسم میتونه ایده مقبول و حقوقی باشه و اگه درست فکر کنید به احتمال قوی با نظر بسیاری از دوستان هم هیچ منافاتی نداره. شما به عدم تمرکز و خودگردانی، مدیریت خودگردان در سطح استان اعتقاد دارید دیگه. اگر 2 تا 3 تا 4 تا استان بر اساس نظرخواهی، بر اساس همه‌پرسی رفراندوم و دموکراتیک و با توجه به همه ناظرا که گواهی بکنن دموکراتیک بوده و غیره، از طریق دموکراتیک اگر 2 یا 3 یا چند استان
خواسته باشن با هم یک منطقه‌ای رو تشکیل بدن با همین مدیریت خودگردان شما، اشکالی داره؟ به نظر شما دموکراسی اونجا نقض شده یا برعکس دموکراسی بهش مجال داده شده؟ من فکر کنم اون فدرالیسم خیلی متفاوت است از این که من الان خدمتتون گفتم. مثلا من در مورد کردها میتونم بگم کردها در بیش از یک استان زندگی میکنن و بنابراین در خب تقسیمات استانی همیشه خواهد بود به این یا نه، ولی علاوه انتخابات های استانی و حقوقی که به مثابه یک استان در مقابل مرکز خواهند داشت، بایستی بتونن به عنوان یک منطقه، یک واحدی فراتر از استان بتونن اداره خودشون رو داشته باشن، بتونن مجلس خودشون رو داشته باشن، یعنی که در مجلس سراسری و کشوری هم شرکت میکنن. من بیشتر برداشتم برای ایران اینطوره، ولی میدونید خود فدرالیسم هم مثل هر چیزی یک قرارداده، یک توافق بین مردمانیه که بهش پایبندن. بنابراین الگوی از پیش ساخته‌ای برای این کار وجود نداره. این در جریان بحث و تبادل نظر و اتفاق نظر بایستی به وجود بیاد. بالاخره توافقی است فی المثل بین کردها با مرکز. این توافق میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه و مطمئن ویژگی‌های مختلفی داره، اما ایران فقط کردها رو نداره. شما با عربای خوزستان، لرهای لرستان، با بلوچ‌ها، با ترکمن‌ها، با آذربایجانی‌ها هم به نحوی این مسئله رو دارید. بنابراین به نظر من فراتر از این جمله کلی درست و این کلی عدم تمرکز، به نظر من ما یک کمی بیشتر بایستی ساختار این عدم تمرکز رو روشن کنیم. فدرالیسم یکی از اشکال این عدم تمرکزه. مرسی. آقای نصرالله نفر بعد. جناب آقای کاوه دماوندی، لطفاً میکروفونتون رو باز کنید. با سلام خدمت جناب آقای مهدی و تشکر از تحلیل زیبایی که در آغاز ارائه کردن. من همونطور که گفتم روز اول اومدم یاد بگیرم و واقعا همین امشب یاد گرفتم از جناب آقای مهتدی. جناب مهتدی، من یک سوالی دارم که در واقع این سوال من از شما و آقای نوری‌علا و دیگران هم هست. اینجا در مهستان برای ایجاد وحدت و وفاق جمع می‌شویم، ولی به نظر شما اگر بخوایم کاری توأمان در زمان تبلیغ برای وحدت انجام بدیم، اون چیه؟ ببینید شما الان جواب دادید، آقای اربابی هم نوعی همین سوال رو کردن و شما فرمایش کردید که جلساتی تشکیل بشه، گفتگوهایی بشه، ولی همونطور که خودتون هم فرمایش کردید این جلسات و صحبت ها اگر یک ریز بشه در واقع ممکنه باعث پراکندگی بشه. ولی آنچه که برای اعضا باید به نظرش اشخاص انجام بدن با توجه به این که همزمان با این میخوایم کنیم، اون چیه؟ یعنی از همین فردا باید کرد. امشب که من خدمت شما بودم با توجه به این از فردا باید چه کنم؟ این رو از این نظر میپرسم که اگر جنبش دیماه مجددا همین فردا شروع شه مجددا، آیا ما میخوایم بشینیم بگیم هنوز وحدت ایجاد نشده، نمیتونیم چی بگیم، حرفی نداره زدن؟ یا اینکه باید از همین الان از فردا یک شعارهای هر جلسه یک شعاری رو برای فردا مشخص کنیم، از فردا این حرف هم داریم بزنیم. مبادا در واقع سران این جنبش ها و این جنبش ها پشت توده مردم. من حرفم این بود. در خدمت هستم. بفرمایید جناب مهتدی. جناب دماوندی با تشکر محبت‌های شما. واقعیت اینه ما عقبیم، یعنی اپوزیسیون ایرانی، اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانی عقبم. همین زیادی ما عقبیم. ای کاش سالهای قبل ما میتونستیم به
این نقطه دلخواه میرسیدیم. ولی بالاخره باید شروع کنیم. من این جایی رو که باید شروع کنیم تماس‌های فشرده و جدی و هدفمند برای نزدیکی بخش‌های اپوزیسیون در راه یا در راستای ایجاد یک مرکزیت، یک شورا، یک نهاد مقبول برای کشور می‌گیرد. اینو بایستی بالاخره نمیتونیم نپیموده کنیم. بالاخره این راه باید بریم دیگه، عقب باشیم باسی شروع کنیم و فکر میکنم با توجه به مجموعه شرایط الان اوضاع نسبت به پارسال سالهای گذشته بهبود محسوسی هم پیدا کرده در بین اپوزیسیون. بنابراین من ناامید نیستم که بتونیم این کار رو بکنیم در ماه‌های آتی طی سال آینده. مرسی آقای مهتدی. آقای نفر دیگه باقی مونده. یک نفر تکا خانم نگاه امینی، لطفا میکروفون رو باز. درود بر شما. صدای من رو دارید؟ بله صداتون هست، بفرمایید. من درود میگم خدمت آقای مهتدی گرامی و خیلی باعث خوشحالی خواهد بود که ما در واقع جبهه‌ای رو بتونیم تشکیل بدیم با حضور مسلماً حزب کموله و امیدوارم که با سرعت تمام این جبهه شکل بگیره، واقعا در قالب یک رویا نمونه. میخواستم که یک سوالی بکنم. نمیدونم این صفحه‌ای که من پیدا کردم توی اینترنت صفحه شما بود، حزب کموله، اجازه بدین، حزب کموله کمیته آلمان هستش فکر میکنم، که یه قسمتی داره که میگه که در واقع قسمتش میگه اجرای کامل اصل انتخابی بودن ارگان‌های رهبری به خاطر مبارزه مخفی و مبارزه نظامی به ناگزیر تا درجه معینی محدود می شود. البته منظورم این نبود این جمله رو بگم، میخواستم یک دیگر ازش استخراج بکنم و این بود که به نظرم میاد که شما یعنی این حزب کموله با اون ستاره سرخش یک بازوی نظامی داره. من میخواستم بدونم که آیا میخواهید از این بازوی نظامی بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بکنید؟ و یک سوال دیگه، این بازوی نظامی اگر وجود دارد از کجا تامین میشه؟ مرسی من سپاس میگم. ممنون هستم. بفرمایید. در جواب خانم امینی باستی بگم که من دقیق نمیدونم این متنی که خوندن مال ما هست یا نه، ولی احتمال داره مال ما باشه. ممکنه احزاب دیگه هم چیزی گفته باشن. در مورد مال خودمون توضیح بدم. ببینید ما کمتر از یک سال قبل ما 15مین کنگره خودمون رو برگزار کردیم. خود برگزار کردن کنگره یک روال دموکراتیک است، یک راه و رسم دموکراتیک است که انجام میدیم. در این موارد ما انتخابات نمایندگان کنگره داشتیم و نمایندگان کنگره اونجا جمع شدن، هم مصوبات اساسی و استراتژیک این تصویب میکنن، بحث و تصویب میکنن و هم کمیته مرکزی و رهبری رو و از جمله شخص دبیرکل رو که الان من هستم انتخاب میکنن. بنابراین این انتخابی بودن مربوط به کنگره ها و اینها نیست، مربوط به تشکیلات مخفیه که ما داخل ایران. چون اتفاقا اینو باید بدونید که کردستان جایی است که تحزب هنوز کاملا درش وجود داره و با وجود فشارها و دستگیری‌ها و اعدام‌ها و تبعیدها بهتون قول میدم هر کدوم از این احزاب هزاران هزار عضو و هوادار در داخل کردستان ایران دارن. اینها توشون طبیعیه به شرایط زیرزمینی فعالیت و فقدان آزادی احزاب برای گذاشتن کسانی در رأس این یا اون کمیته در داخل در این تشکیلات زیرزمینی نمیتونه انتخابی باشه. خودتون تصدیق میکنید. وگرنه در
بخش علنی و بیرونی تشکیلات ما همونطور که گفتم کنگره ها برگزار میشه و اتفاقا نمایندگان این تشکیلات های مخفی از شهرهای مختلف هم با ترتیبات ویژه‌ای در خود این کنگره شرکت میکنن و رأی. ما در مورد بازوی نظامی بعد از سال ببینید ما 28 مرداد رو همیشه با کودتای 28 مرداد بر علیه دکتر محمد مصدق میشناسیم. خب همینطور هم هست، ولی یک 28 مرداد دیگه هم وجود داره و اون هم روز سیاهی است به خصوص برای کردها. در 28 مرداد 1358 آیت الله خمینی فرمان بدون دلیلی، بدون هیچ مدلی، بدون هیچ توجیهی فرمان حمله وسیع رو به تمام سرزمین‌های کردستان ایران صادر کرد و حتی این فرمان رو بدون اطلاع مهندس مهدی بازرگان که نخست وزیر وقت بود، بدون اطلاع اون اعلام کرد. کما اینکه مهندس بعداً در کتابش به اسم انقلاب ایران در دو حرکت میگه من اصلا از رادیو تلویزیون شنیدم که داریم حمله میکنیم به کردستان. این حمله ناموجه در 28 مرداد انجام گرفت و به یک مقاومت وسیع مردمی در کردستان انجامید و از دل اون نیروی پیشمرگ بود اومد. نیروهای پیشمرگ کوچکتری هم وجود داشتن ولی عمدتاً دو حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کامله کردستان ایران این دو نیروی پیشمرگ فراهم کردند و نه فقط مقاومت سیاسی و مدنی و غیره بلکه مقاومت مسلحانه هم در مقابل این حمله کردند. شما اون عکسی رو که جایزه پولیتزر در رشته عکاسی برد که اعدام دست جمعی در اطراف فرودگاه سنندج هست و یکیش بسته از زخمیه و دیگری حتی رو برانکارد دارن اعدامش میکنن، حتما دیدید و بارها در دنیا پخش شده. محاکمه های نمایشی یکی دقیقه‌ای و اعدام های بی‌رویه و بی‌معنی و بی‌دلیل در سرتاسر کردستان انجام گرفت. در مقابلش مقاومت مسلحانه شد، نیروی پیشمرگ بود. ما چیزی در حدود 1000 نفر جان باخته داریم از نیروی پیشمرگ و البته غیر پیشمرگ، از زندانیایی که زیر شکنجه کشته شدن یا ترورهای سیاسی. الان هم نیروی پیشمرگ هست. پایگاه‌های ما در کردستان عراق در 15-20 کیلومتری شهر سلیمانیه هست. دفاتر رسمی حزب ما هم تو اربیل هم تو سلیمانیه و هست. نیروهای ما علاوه بر این منطقه نزدیک سلیمانیه در اطراف مرزهای کردستان ایران هستن. از 2 سال قبل ما این نیرو رو در حال حاضر برای عملیات نظامی به کار نمیبریم ولی پتانسیل و ظرفیت وارد عمل شدن رو حفظ خواهند کرد. آموزشگاه پیشمرگی ما ادامه داره. هر 2 ماه 3 ماه فارغ التحصیل میشن جوانان کرد، دختران و پسران میان و اونجا آموزش میبینن. یکی از مأموریت‌ها حفظ امنیت ستادهای ما، رهبری ما، ارگانهای ما و فعالیت ما در کردستان عراق هستند. ولی که شما چشم به هم بزنید اونا و نیروی مسلح برای دفاع از خودتون نداشته باشید شما رو به کلی از بین میبرن. هم در سال 2016 ولی هم 2 ماه قبل در 31 دسامبر 2017 2 بار بمبگذاری های خیلی اساسی از بمبگذاری قوی کنار جاده ای و حزب ما گذاشتن که خوشبختانه هر 2 مورد رو تونستیم کشف و خنثی بکنیم. بنابراین شما موظفید، مجبورید از خودتون دفاع کنید، از فعالیتاتون دفاع کنید. مطمئن باشید وجود این نیروی پیشمرگ عاملی است که حتی در
انگلیسی یا در دوبار فکر کردن جمهوری اسلامی اعدام و سرکوب در کردستان هم مؤثر. این نیرو بدون این نیرو اعدام ها و سرکوب های خونین خیلی بیشتر میشد و این نیرو برای ارتقاء ذاتی مردم برای مردم احساس کنن جمهوری اسلامی هر کاری هم دلش خواست نمیتونه انجام بده مؤثره. و من همیشه امیدوار بودم کردستان اون نقشی رو در دوره آینده بازی کنه که آذربایجان در جنبش مشروطیت برای همه ایران بازی. مرسی جناب مفتی. از خانم دوستان عزیز، بر اساس توافق و اطلاعاتی که من دارم و توافقی تلویزیون کانال 1 شده، معمولا 2 ساعت ابتدایی برنامه ما پخش میشه از هم تلویزیون کانال 1 و هم تلویزیون میهن و سایر امکاناتی که در اختیار ما هست. بنابراین ما الان لیست پرسش کنندگان به پایان رسوندیم و احتمال داره در بین شما عزیز دوستان که بخوان نظر خودشون رو راجع به این بحثایی که صورت گرفت بکنن. تا با توجه به کمبود وقت من از شما اجازه میخوام که اجازه بدید که در اینجا آقای نوری طبق تصمیم بریزی که شده جنبندی مجموعه بحث‌ها و پرسش‌هایی که شده رو ارائه بدن و در ادامه اگر فرصت وجود داشته باشه که قطعا میتونیم بعداً حتی بعد از پخش برنامه طریق کانال 1 مجدداً دوستانی اگر می‌خواستن صحبت بکنن این کار رو انجام بدید. بنابراین من از شما خواهش میکنم که به من اجازه بدید که در این قسمت از گفتگوهایی که انجام گرفته از آقای نوری‌الله خواهش کنم که اگر آماده هستن جنبندی خودشون راجع به بحث‌های کتاب تا این لحظه انجام گرفته رو بیان کنن و بعد ببینیم در ادامه من اطلاعات بگیرم که ببینم آیا همچنان کانال 1 هم به پخش این برنامه ادامه خواهد داد یا نه، اون وقت تصمیم بگیریم. آقای نوری‌الله اگر شما آماده هستید ازتون خواهش میکنم که میکروفون رو باز بکنید و صحبت بکنید. ببخشید آقای اعتمادی، فقط یه چیز بگم. من هستم خدمتون، از پشت صندلی بلند میشم ولی هستم خدمتون. خواهش میکنم چون بعد شنیدن صحبت آقای نوری‌الله اصلا 100% هستم ولی اجازه بدید برای کمردرد تو اتاق قدم بزنم. خواهش تمنا میکنم آقای مفتی. تمنا. آقای نوری‌الله بفرمایید. بله چشم. عرض کنم که با تجدید سلام و ارادت خدمت همه دوستان به خصوص آقای محتدی، من اول این رو بگم که به نظرم رسید که ما در کاری که داریم انجام میدیم یک مقدار کمکاری میکنیم، به این معنی که مثلا وقتی دوستان از جناب محتدی پرسیدن که نظرشون راجع به میثاقنامه چیه، ایشون فرمودن که خب من این میثاقنامه رو نخوندم بنابراین نمیتونم اظهار نظر کنم. این من فکر میکنم وظیفه ما هست که میهمانان خودمون رو عرض کنم که در جریان بگذاریم که این مهستان چگونه تشکیل شده، چه کارهایی کرده و چه اسنادی رو تا حالا به تصویب رسونده. بنابراین این قضیه رو باید یه جوری در برنامه‌های آینده مستطرش بکنیم. الان در مختصر وقت این نیست که من اون مطالب رو نخست بگم که جناب محتدی در واقع به قول فرنگی ها 2 تا کلاه دارن. یکی به عنوان یک سیاستمدار ایرانی عمل میکنن و حرف میزنن، یکی هم به عنوان یک شخصیت سیاسی کرد که در یک حزب کردستانی مسئولیت دارن و دبیر کل هستن. زیبایی سخنان ایشون قبل از پرسش و پاسخ بیشتر این بود که ایشون تشخیص داده بودن که در این مهستان کلاه اول رو انتخاب بکنن، یعنی ایران اول کردستان دو. و این خب به نظر من یک تصمیم بسیار مهم و دوست داشتنی هست، برای که اغلب ما با جریانات عرض کنم قومیتی ملیتی ها صحبت که میکنیم میبینیم که بیشتر میل دارن اول راجع به
کردستان و مسئولیت‌های خودشون در قلمرو کردستان صحبت بکنن و بعد مسئله رو به ایران بکشونن. من بسیار لذت بردم از اینکه ایشون آغاز کار خودشون رو به عنوان یک سیاستمدار عرض کنم که ایرانی مطرح کرد. همون آرزومون این است که روزی در ایرانمون قرار شه که مسئولان مملکت در واقع از همه مناطق و استانها یا ایالتها و ولایتهای ایران انتخاب بشن. رئیس مملکتمون بتونه بگرده توی این قسمت ها و هر کدومشون در اون مقام ملی که قرار میگیرن بتونن به عنوان یک ایرانی صحبت بکنن. بنابراین من خیلی لذت بردم و اگر که مجبور کردیم آقای مهتدی رو که کلاه دوم رو هم به سر بگذارن، بیشتر ناشی از ما بود که فکر کردیم که چرا ایشون به عنوان دبیرکل یک حزب کردستان راجع به اون مسائل صحبت نمی‌کنه. و در نتیجه ریل این بحث اساسی مهستان که آلترناتیو سازی هست دوستان برداشتن و گذاشتنش روی یه ریل مثلا مسئله غیره که حالا خدمتون راجبش توضیح خواهم داد. ببینید من یادمه که اوائلی که تصمیم گرفته بودم زندگیمو اختصاص بدم به کسی و به عنوان یه نوآموز وارد این کار شده بودم و عرض کنم که دوستان سیاستمدار من از جمله خود آقای مهتدی که با من به عنوان یه نویسنده و شاعر و غیره آشنا میگفتن که ما تو رو از قدیم میشناختیم، من تصورم این بود که مشکلات ما خیلی راحت قابل حله، ولی هر چی که جلوتر رفتم دیدم که این مشکلات به طرز عجیبی عمیق هستن. یادمه که یک بار با شاهزاده رضا پهلوی تلفنی صحبت میکردم، ایشون پرسیدن که خب این روز دارین چی کار میکنید؟ من گفتم که ما شروع کردیم یه گفتگویی رو با حزب دموکرات کردستان ایران و گفتن که خب چطور پیش میره؟ خب خیلی با تلاطم و از سنگلاخ روبرو هستیم ولی داریم پیش میریم. ایشون گفتن که من فکر میکنم که شما اگر موفق بشید که یک دیکشنری 20 کلمه‌ای برای اپوزیسیون ایران به دست بیارید و منتشر بکنید که هر کلامی که ما میگیم همه بفهمیم که راجع به چی داریم صحبت میکنیم، بسیاری از مشکلات ما از بین خواهد رفت. و من پس از شنیدن این حرف ایشون دقیق که شدم در تجربه دریافتم که چقدر این حرف درستی هست. ما در سر هر بزنگاهی، هر کلمه‌ای که به کار میبریم دچار اختلاف میشه. یه اسطوره‌ای هست میگویند که در بابل باستانی همه مردمان به یک زبان سخن میگفتند، اما گناهی کردند که خداوند عصبانی شد شون رو از هم جدا کرد و از اون به بعد دیگه این مردم نمیتوانستند به یک زبان تفهیم و تفاهم بکنند. ببینید امروز مثلا مسئله واژه ملت مطرح شد، واژه فدراسیون یا فدرالاتیو یا واژه عدم تمرکز. هیچ کدوم اینها رو ما دارای یک مرجعی که بیاید بگوید که منظور و تعریف ما از اینها چیه نیستیم، اما مرتب راجع بهش با برداشت‌های شخصی خودمون سخن میگیم و در نتیجه اصلا سخن ما با هم دیگه جفت نمیشه و پیش نمیرود. و من امیدوارم که در جریان این کارهایی که داریم میکنیم بتوانیم به چنان تسلطی برسیم، توافقی برسیم، چون بدون اون توافق اگر تمام اپوزیسیون هم دور هم جمع شدن همون روز اول دعواشون میشه و با هم دیگه خداحافظی خواهند کرد. به طور مثال عرض میکنم آقای حسن دانشور پرسشی رو کردن که به وسیله اخوی ایشون آقای عباس دانشور هم ادامه پیدا کرد. من همون سوال میخوام یه جور دیگه بکنم، یعنی بگویم که اگر که ما آقای مهتدی توافق بکنیم بر اساس هر آنچه که شما میخواهید، اما اسمشو نذاریم حکومت فدرال،
آیا برای شما مشکلی ایجاد میشه یا شما میگید الا و بلا باید در ایران حکومت فدرال تشکیل و در نتیجه یه عده بزرگی رو در همین این مهستان و در داخل عرض کنم که اقشار مختلف ایرانی یک مرتبه متوحش میکنید که این تجزیه طلبها رفتن پشت کلمه فدرالیسم قایم شدن و مملکت رو میخوان تکه کنن، در حالی که مثلا شخص من اعتقاد دارم که هیچ حکومت دموکراتی جهان وجود نداره، چه پادشاهی باشه چه جمهوری، که از نظر ساختار مملکتی جمهوری نباشه و در عین حال فدرال نباشه. به نظر من کشور سوئد هم فدراله، آلمان هم فدراله، هند هم فدراله. ولی ما چون با یک تبلیغات وسیعی روبرو بوده ایم که به طور طبیعی هم وجود داشته، ما یه میراثی از دوران استالین رو در این زمینه عرض کنم که مسئله اقوام و ملیت‌های کشورهای اطراف روسیه داریم که این میراث با ما آمده، زبان ما رو چرکین و آلوده کرد و ما حتی به نظرم میرسه که امروز در خود این مهستان، در همین اعضای این مهستان هم با اینکه هر که تو اینو میخوای ببینید یک ساعت طول میکشه. دوستان میکروفونتون رو ببندید. آقایی و خانم یاسفند میکروفونایی که بازار ببندید. بفرمایید آقای نوریانی. عرض میکنم که اگر که ما بتوانیم مسئله ایران و مسئله ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات برای مبارزه با حکومت اسلامی، برای استعمار یک حکومت سکولار دموکرات در ایران رو اولویت بدیم به مسائل دیگه و بتونیم دور هم دیگه جمع بشیم، اون وقت می شود در اون گرد همایی ها به همه این مسائل دیگه هم رسید، به وحدت کلمه، به وحدت عرض کنم که موضوعی که داریم صحبت میکنیم هم برسیم. در اینجا مهتدی راجع به این صحبت کردن که ما سالهاست که هر جا که جمعی دور هم جمع شدن ما هم حضور داشتیم. من هم تصدیق میکنم. ایشون عرض کنم که حتی در کار جنبش سکولار دموکراسی هم با ما همراه بودند. عرض کنم که در کنگره های خودشون همسر نازنینشون شرکت کردند و همیشه به عنوان یک عضو فعال و اکتیو در این مورد عمل کردند. اما شما ببینید که میگویند اگر که عده‌ای دور هم دیگه جمع بشن و به این مسائل برسن چنین و چنان خواهد شد. یعنی همچنان اون چیزی که ما در جمع خودمون بهش میگیم افعال بیفاعل، یعنی که میگوییم که اگر اینطور بشود خوب میشود، ولی کی این رو اونطور بکنه معلوم نیست. تمام علت این جنبش سکولار دموکراسی 6 سال پیش به و هر ساله کنگره های سکولار دموکرات رو برگزار کرد و حالا هم این مهستان جنبش سکولار دموکراسی رو به وجود آورده. این است که بگیم که خب برای این کار ما آمادگی داریم، ما نمیخوایم هژمونی داشته باشیم، ما نمیخوایم مرکز عالم باشیم، ما نمیخوایم همه بیان دور ما جمع شن، ولی ما حاضریم همه امکانات عملی خودمون رو بگذاریم برای اینکه بیاین همه با هم جمع شن، ما پذیرایی بکنیم ازشون. نمیدونم به قول آیه اعتمادی همیشه حرف منو با یعنی که نوری علا همش میگه که ما میریم دلیل میذاریم بیا صحبت بکنم. من فکر میکنم این کار خیلی مهمیه برای که ما داریم این کار میکنیم. در نتیجه من فکر میکنم که اگر که در این مسیر حرکت درست بکنیم و توفیقی داشته باشیم، برداشت من از سخنان آقای مهتدی اینه که ایشون همین امروز دارن به ما میگن که اگر چرا جمعی رو تشکیل دادید، من و حزب من عضوی از اون خواهم بود. من این رو نه به صورت تبلیغی، به صورت آشکار در سخنان ایشون شنیدم و دریافت و امیدوارم که به مدد شخصیت‌های سیاسی ملیمون مثل آقای مهتدی بتوانیم که هر چه زودتر، خودشون گفتن ما عقب افتادیم، 40 سال عقب هستیم در این مورد، بتونیم این گرد همایی رو
به وجود بیاریم و بعد اون وقت ببینیم چند مرده حلاجیم. آیا میتونیم با این قول بیشاخ خودمون حکومت اسلامی جوری در بیفتیم که به نابودیش منجر بشه یا نه؟ تشکر که شنونده سخنان. آقای نوری‌آلا بسیار ممنون و سپاسگزار به خاطر این جنبندی خوب و مناسبی که ارائه دادید. من خواستم ببینم آقای عبدالله محتدی الان جلوی نیستن البته. بله اگه دوربینتون هم لطف کنید باز کنید که میزبان بسته، میگه دوربین و میزبان بسته. خیلی خوب، پس آقای میلاد آقای عزیز ممکنه دوربین آقای محتدی رو باز کنید لطفا. خب آقای محتدی فرمایشات آقای نوری‌آلا هم شد. ایفته که شما اینجا باشید آقای نوری‌آلا باشه و این بحث به این نقطه بسیار حساس و جالب و امیدوار کننده برسه و بعد ما هم نظر شما رو در رابطه با این جنبندی نشنویم. بنابراین خواهش میکنم که شما هم نظرتون راجع به این جنبندی ارائه بدید. چشم. من قبل از هر چیزی از محبت همه دوستان تو صحبتاشون تشکر میکنم و اظهار نظرها و سوالایی هم که کردن خوب خیلی لازمه برای تفاهم مشترک. اما آقای نوری‌آلا خودشون میگن که من و امثال من نسل من ایشون رو بیشتر به عنوان ادیب تا سیاستمدار میشناختن و همینطوره و معروف گفتن که عشق آسان نمودم ولی افتاد مشکل ها تو سیاست. همینطوره. اما چند تا نکته رو من بگم که کمی این مشکل هایی که تو آخه یه سهمش هم به ما رسیده دیگه، بنابراین ما هم مشکلات خودمون رو داریم. ببینید من صراحتاً اینو میگم که ما کاملا آمادگی داریم از نظر خودمون که یک فراخوان یک تجمع وسیعی از اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانی بدیم با تمام تنوعاتش. مشکل میدونید چیه؟ من ترسم از اینه، از این بوده تا به حال. اولا آیا اگر ما با حزب دموکرات کردشون میونم خیلی خوبه و احساس میکنیم در پاره از مسائل زیادی تفاهم داریم با هم دیگه، همکاری داریم. آیا مثلا یک جانبه ما این کار رو بکنیم، این یه چیزی کاری رو درست بکنیم یه جای دیگر رو خراب کنیم، آیا اینطور نخواهد شد؟ آیا مثلا همین اتحاد و همکاری فیزیکی رو که بین ما هست تضعیف نخواهد کرد؟ این مطمئن باشید یکی از دغدغه‌های ما بوده. دوم این که مثلا بیایم با جمع شما آیا اختلافات درونی اپوزیسیون طوری بود که اگه شما با یکی خیلی دوستی میکردی بقیه باید بد میشدن؟ الان احساس میکنیم این یخهای کمی آب شده. بنابراین اینطور نیست. من با اطمینان نیست که ما علاقه‌مند نیستیم یا حتی فکر نکردیم تو خودمون که آقا این کنگره ای رو که ما میگیم مثلا این تجمع وسیع رو ما شروع کنیم، ما میزبانیشی بکنیم. نه خیر، با کمال میل حاضریم این کار رو بکنیم اگر بدونیم که یه جاهای دیگه کار رو خراب نخواهد کرد. یعنی باید مطمئن بشیم از اجماعی که بیرون این کنفرانس به وجود باید بیاد تا بتونیم تشکیل بدیم. بنابراین میدونم این اجماع هم خب بخشش خود ما هستیم در ایجاد این اجماع، ولی هم برای ایجاد اجماع و هم صداییش ما حاضریم و هم در صورت لزوم برای میزبانی یا کمک به میزبانی یه همچین تجمعی حاضریم. ولی اگر تا با نبوده احساس کردیم که نمیتونه به هدف خودش برسه برای اینکه به اختلافهای درونی زیادی دامن میزنه. امروز هم روزگار شبکه‌های اجتماعی و حرفای اینترنتی است. به محض یعنی یک کسی یه چیزی بگه همه حاضرن نمک دست بگیرن و بپاشن به زخما.
بنابراین تا بخوای بیاد ببینی چی شده، دیدی یه شکاف عمیقی سر هیچی ایجاد شد. خیلی وقتا آدم مجبور حتی حرفاشو نمیتونه اونطور که باید و شاید بزنه. در هر صورت من نمیخوام رد کنم حرف آقای علا رو. ما محتاط بودیم، اسب عصا بودیم، پیش قدم نبودیم، خودمون هم یکی از نیروها میدونستیم. بله اینطور بوده، ولی همون مشکل هایی که ایشون بهشون برخورد کردن ضمن کار ما هم مشابه اونها رو داشتیم. امیدوارم این مشکل ها کمتر بشه. ناآمادگی از طرف خودمان نیست، نبوده به هر، و امیدواریم بالاخره برای این افعال بیفاعلی فاعلایی پیدا بشن، همه ما، همه با هم. و اما در مورد نام یا محتوای فدرالی پرسیدن، من هم همیشه آقای نوری علا رو با نظر مثبتشون راجع به ساختار فئودالی میشناختم در طی سالهای گذشته و اینو نقطه مثبتی اتفاقا میدونستم و خودشون شاید کمتر خبر داشته باشن. منتها خیلی من در جمع، هم در جمع کردها هم در جمع کنگره ملیت‌های ایران گفتم بابا این فرصت مغتنمی است، نریزید سر آقای نوری علا چون فلان گوشه حرفش 100% مطابق میل ما نیست. اینجور کسان باید باشن که خودشون تعلق ندارن به کنگره ملیت‌ها ولی حاضرن حرفی رو بزنن که تابو شکنانه است در عالم سیاست ایران. من از این لحاظ خیلی خوشحال بودم. الانم ایشون، من نمیتونم شخصا تصمیم بگیرم در این مورد که آیا نامش باید حتما باشه یا اون محتواش باشه، ولی مطمئنم که اگر محتواش باشه آدم‌ها و اشخاص و نیروهای سیاسی مطمئناً روی نامش زیاد پافشاری نخواهند کرد. من یا کسی دیگه‌ای هم اگر بخوایم پافشاری کنیم، به نظر من افکار عمومی میتونه تشخیص بده. افکار عمومی سیاسی الان بلوغش خیلی بیشتر از سابقه و شما فقط حساب نکنید روی کسایی که مثلا در فیسبوک یا فلان شبکه اجتماعی خارج کشوری چیز می نویسن یا اظهار نظر بکنن. من فعالان داخل رو خیلی واقع گرا و خیلی با احساس مسئولیت می بینم، حتی بیشتر از دوستانی که در خارج حضور دارن. بنابراین اگر بشه کار کرد روی محتوای این فدرالیسم مورد نظر آقای نوری علا، میشه اون موقع در مورد شکلش به توافق برسید. مرسی جناب مهتدی عزیز. دوستانی که F9 زدن و 1 زدن من ازشون بسیار پوزش میخوام و چون آقای مهتدی از قبل قرار 2 ساعته باشون گذاشته بودیم، این 2 ساعت به پایان رسیده. اجازه بدید سخن آخر را چند جمله از آقای نوری علا بشنویم و بعد از آقای مهتدی سپاسگزاری کنیم برای دعوت ما رو پذیرفتن و با توجه به این بحث بسیار امیدوار کننده و روشنی که انجام گرفت، من مطمئن هستم که به زودی یک بار دیگر آقای مهتدی مهمان ما خواهند بود و میتونیم در خصوص مسائلی که امروز مطرح شد به نتایج مثبت‌تر و درخشانتر و عملی‌تر، مهمتر از هر چیزی عملی‌تر برسیم. بنابراین خواهشم از آقای نوری علا اینه که برای حسن خداحافظی چند جمله رو بفرمایند و بعدم از آقای مهتدی خداحافظی. چشم بس کنم. بسیار سخنان امیدوار کننده ای رو آقای مهتدی گفتن. یه سوء طبع اول صحبتاشون گفتن که گلایه هایی بین ما وجود داره. من فکر میکنم اصلا گلایه وجود نداره، برای اینکه ما راجع به یه چیز صحبت میکنیم ولی با 2 زبان صحبت میکنیم و یه جوری باید زبانهامون رو به هم نزدیک بکنیم. اما من با یه پرسش عرایز خودم رو خاطر میدم که آیا میل دارید که همچنان میهمان گرد باشید و اینکه حاضرید با ما در صندلی چیدن و شاهی آوردن هم؟ منم به عنوان، با اجازه دوستان، به عنوان جمله های آخر میگم که خیلی خیلی تشکر میکنم از دعوتی که شد و خوشحالم
و خرسندم از اینکه در جمع دوستان به من وقت دادید و تونستم خدمتتون باشم. امیدوارم اینها کمک کرده باشه، هم صحبت‌های ما که کردیم و عرایض بنده کمک کرده باشه اینکه یک کمی به هم نزدیکتر بشیم. و اما در مورد اگر بقیه ما مشکل نداریم در میزبانی تجمع. خب دوتایی با هم دیگه میریم به سراغ بقیه. خب امیدوارم به هر صورت یک کمی باید نظر دیگرانم پرسید. یعنی این استمزاج ها و سونداژ ها به من نشون داده تو این دوره کار سیاسی که ضرر نمی کنیم از این به قول فارسی استمزاج هایی که می کنیم. پرسجو بکنیم، دم این و اونو ببینیم چی میگن، چطور فکر میکنن، بیگدار به آب نزنیم اگرچه عقبیم، ولی بالاخره گام های سنجیده برداریم. من فقط همینه، وگرنه در اصل مطلب که تلاش برای اتحاد و اپوزیسیون دموکراسی خواه ایرانیه و اتحادی که بتونه یک وجهش یک پلتفرم مشترک، وجهش یک انجمن یا شورایی از دلش بیاد بیرون، واقعا این نظر ماست و در این مورد تردیدی نداریم. و اگر نتونیم انجام بدیم آقای محتدی اجازه بدید من در پایان چند جمله خدمتتون عرض کنم و بعد رفع زحمت کنم. پرسش آقای نوری‌علا پرسش به نظر من بسیار روشن و امیدوار کننده و عملی بود. میخوام خدمت شما عرض کنم اعتبار کموله و اعتبار جنبش سکولار دموکراسی ایران امروز در جمع مختلف اپوزیسیون در حدی است که تمام اون دوستانی که شما مورد نظرتونه برای مشورت و پرسش برای انجام این کار مشترک شک نخواهند کرد. من فکر میکنم جلسه امروز میتونه تبدیل به یک واقعه تاریخی بشه، به شرطی که شما هم به اون چیزی که خدمتتون عرض کردم اعتقاد داشته باشید و بدونید این اعتبار مشترک بسیار بسیار میتونه تاثیرگذار بشه برای تجمع بزرگتر و دعوت و همکاری بخش‌های دیگری از اپوزیسیون. تو فرصتی که دارید به این مسئله بیشتر فکر بکنید، مشورت کنید با دوستان خودتون و امیدوار هستیم که به زودی این همکاری و این گفتگو برای انجام این کار بزرگ انجام بدید. ممنونم به صحبت. ممنونم به امید دیدار با همه دوستان و به امید موفقیت تلاشاتون. قربان شما. بازم ممنون. خدا نگهدار. بدرود. خب آقای محتدی برای خودشون میتونن از اتاق برن بیرون. ممنون از حضورشون. خب دوستان عزیز، همونطور که در ابتدای اول برنامه خدمتتون عرض کردم، برنامه امروز جلسه امروز ما
چه نیه هر اخرك هس هس نیه چه نیه هر اخرك هس هس نیه ببورن پیما بشت اللای بچه بلان چه نیه هر اخرك هس هس نیه ببورن پیما بشت اللای بچه بلان چه نیه